سلام برای وصال شبکه جهانی وصال حق. من بنده شیعه بودم، مرتضی بزی از شهرستان هیرمند، که با شبکه خوبتون الان برای یکتاپرستی وارد شدم و میفهمم برای راست و میدونم این راه حق است و همیشه این دعا را میکنم که خدای متعال شما را یاری کنه. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من عبدالجبار هستم از تاجیکستان. از دوشنبه تماس میگیرم. میخواستم از برنامه خوبتون تشکر کنم، مخصوصا از برنامه آقای انصاری که هر هفته روزهای سه‌شنبه به خیلی انتظاری میکشیم که این برنامه رو تماشا کنیم. واقعا خیلی دوستتون دارم. ما در تاجیکستان خیلی برنامه شما تماشا میکنیم و از دست این برنامه شما هم خیلی توسط این برنامه شما هم خیلی هدایت یافتیم. حق و باطل از هم دیگه جدا کردیم. واقعا همگیتون رو دوست دارم. آقای انصاری شما رو هم خیلی دوست دارم. خداحافظ.